و هم اگر میشه در مورد برنامه میتامیکس که آیا حلال است یا نه تشکر. ببینید در رابطه با حدیث چیک است. اول میتامیکس خلاصه بگیم که این معامله حرام است، نادرست است، یک معامله سودی است. پول میدیم از روی او به شما سود میده و اینکه والله چند تا ویدیو بیاین نگاه کنین و چیکار کنین، اینا همه بهانه و فریب است. اصل حرف روی اون پول شماست که شما یک مقدار پول رو باید اول مثلا $50 $100 ولی هر چی هست یک مقدار پول رو باید بدین، بعدا ماهانه یک فایده ثابتی به شما مثلا یه فایده میده که این سود است. چنین نیست که اونجا تجارت و معامله باشه که شما به فایده و ضرر او شریک باشین و درک او معلوم باشه که این پول به کجا مصرف میشه. نه خیر، کاملا پول شما رو میگیره، بعدا برای شما ماهانه سود میده و او ویدیوها اونا شما اگر اون پول ندید 1000 تا از اون ویدیوها هم نگاه کنین 1 روپیه به شما نمیده. پس اساسا اون پولی که شما میدین به این معامله سودی است که متاسفانه در افغانستان ما چون یک وضعیتی است که مردم در فقر قرار دارن، کشورهای دیگر هم خیلی از سوء استفاده گرا در این برهه میاین سوء استفاده میکنن که به نوعی مردم را تشویق بکنن به طرف پولای هنگفت و مفت و فلان و فلان و خیلی اوقات یا اونا رو به سود گرفتار میکنن یا با قمار یا خیلی اوقات هم فریب بازی میکنن، پول مردم رو برمیدارن برو بخیر دنبال کار خود.